بینندگان ارجمند، در این نشر برنامه ما وابسته به اسرار زیباترین هنرهای مردمی، با لذتترین خوراکهای ملی و جالبترین مکانهای یک شهر باستانی خواهیم گفت. می‌خواهید تپش نبض کولاب شهر باستانی را احساس نمایید؟ پس با ما باشید. با صمیمیت زیاد از بلندترین و جالبترین نقطه کولاب شهر باستانی به شما میگوییم درود کولاب! کولاب، شهر سرشار از خاطره های تاریخی، یکی از گوشه های دوست داشتنی تاجیکستان است که با منظره های جالب و ظرفیت های باستانیش در مسیر تاریخ نامش با حوادث های گوناگون تاریخی پیوندی دارد. شهر در حدود ولایت ختلان جایگیر بوده. در کنار رود اخشو، شاخاب راست رود 5 203 کیلومتر جنوب و غربتر از شهر دوشنبه در دامن کوهسار واقع است. از روی معلوماتی به قید گرفته شغل اهالی در سال 2022 اهالی شهر بیش از 220,000 نفر را تشکیل می دهد. ما در شهر کولاب با طلوع خورشید شروع شد و اولین مکانی که خواستم ببینم این باغ بوتانیکی شهر کولاب بود، زیرا که در این باغ نادرترین رستنی و درختان پروریده می شوند که عطر فارم و هوای تازه آنان از دوره‌های دور کس را به سویش دعوت می کند. بینندگان ارجمند، زیر نوای بلبلکان خوشخوان و عطر نیلوفرین یکی از باغ‌های زیبای شهر کولاب سیاحتمان را شروع می‌کنیم. رفتیم. باغ بوتانیکی شهر کولاب مؤسسه علمی و تجربوی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان است که سال 1985 در قسم شمال و شرقی شهر کولاب تأسیس یافته بود. مساحت باغ سراول 6.8 گکتار بود. حالا باشد حدود آن به 16 گکتار دامن گسترده است. بینندگان ارجمند، هر گلگشت و راهروی این باغ زیبا، اما آن چیزی که به من پسند آمد این طریق شنانیدن درخت ها، گذاشتن ایز تاریخی خود در این باغ زیباست. از جمله این ارچه زیبایی که ما میبینیم سال 1998 از جانب پرزیدنت مملکت شنانده شده است و باید گفت که در اینجا در برابر این درخت ده ها و صدها درخت هایی که از جانب چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی کشور شنانیده شدند و امروز هوا و
نفس و نکهت این باغ رو جلوی بیشتر میبخشند. باغ بوتانیکی شهر کولوب با مقصد آموزش خصوصیت‌های بیواکولوژی، حفظ و زیاد کردن نباتات محلی و غنی گردانیدن رستنی‌های خودروی و منفعت بخش تأسیس یافته است. به این جای زیاده از 2450 نمود نوع و خیل‌های درخت و بوته آورده شدند که منسوب 49 عائله و 137 جنس میباشند. حالا در باغ زیاده از 150 نمود رستنی پرورش می‌یابند که 25 نمودی آنها به کتاب سرخ تاجیکستان وارد گردیده است. در باغ پرورش 300 نوع گل‌های نادر و رستنی‌های دوابخش تجربه و به راه مانده شدند. این باغ یک آزمایشگاه بزرگ علمی است که با خادمان علم بوتانیکا رابطه زیچ دارد. اما در برابر این چمنستان است که هر گوشش هوا و نوای تازه و تکرار نشونده دارد که به جسم و جان راحت و آسایش می بخشد. بینندگان ارجمند، چقدر گوارا و فرح آور است ترانه‌خوانی بلبلکان. در کوچه های پرتراتوم شهر کولوب قدم زنان راه سوی خیابان مرکزی شهر گرفتیم و باید گفت که در شهر کارهای آبادانی با مرام ادامه دارند و در هر قدم و هر گذره بینای نو بنیاد گردیده ایستاده است که باوری داریم در راه غنی گردیدن انفراساختار سیاحی شهر مساعدتی خوبی خواهند نمود. بینندگان ارجمند، در دل شهر کولوب خوش آمدید به چایخانه استرافشان. چایخانه استرافشان مکانی جالب و فرح بخش است برای نفرانی که می‌خواهند طعم چای باباکی را احساس نموده در فضای صنعت معماری هنرمندان چیره‌دست، مانوایی شرقیانه و هوای فرهنگ و هنر ملی لذت برند. چایخانه مزه‌اش دیگر است. این چایخانه سال 2004 از جانب هنرمندان ماهر استرافشانی با استفاده از صنعت والای ملی، کندلکاری و چوب تراشه ساخته شده در طول زیاد از 20 سال است که مکان دوست داشتنی و صحبت آرایی پیر و جوان شهر کولوب گردیده است. چایخانه استرافشان شهر کولوب مشتریان خود را در هر ساعت دارد. ما باشیم تنها میل به نوشیدن یک پیاله چای سر قدم برای نشان دادن صنعت زیبای درونی آن آمدیم تا در ساعت بی آدمی تمام جذابیت
و نقش‌های ملی درون چایخانه را به گونه ارزنده پیشنهاد بیننده گردانیم. بینندگان ارجمند، هنرمندان اصیل ایز هنر خود را روی این چوب‌ها کاشتند. بی‌نظیر است. اگر از یک طرف به چایخانه استرافشان همچون انفراساختار زیبای سیاحی نظر کنیم، جایی است ارزنده تا سیاحان داخلی و خارجی هوای چایخانه ملی اجدادان تاجیک را احساس کند. اما از نظر دیگر بودن چایخانه با نام استرافشان در دل شهر کولاب رمزی یک دلی و یک دیگر فهمی تاجیکان 4 گوشه تاجیکستانی صاحب استقلال را دارد. این است رمز ثبات و وحدت کامل ملی که امروز در دل ختلان زمین زرافشان جای دارد و در دل زرافشان بدخشان. هر کی ما را یاد کرد ازید مرا را یار داد. هر کی ما را خوار کرد از عمر برخوردار بود. بینندگان ارجمند الکی درک کردید که راه ما به کجا می رود. آرامگاه میر سید علی حمدانی یکی از دردانه‌های تاریخی شهر کولاب است. اینجا مکانی است که سیاحت و اعتقاد و طواف و ادبیات به هم پیوندی دارند. تاریخ این مکان به عصرهای گوناگون پیوندی دارد، اما این مکان را بیشتر با آن میشناسند و ارج می‌دارند که این جای آرامگاه شاعر نیکنام و عارف شیرین کلام میر سید علی حمدانی است. مقبره از اتاقهای گنبد پوش با راهرو با هم پیوست عبارت بوده از غرب، شمال و شرق دری درآمد دارد. درآمدگاه اساسی با پیشایوانی نچندان درون رفته از طرف غرب واقع گشته است. در اتاق مرکزی مرقد میر سید علی حمدانی با پیوندانش ماه خراسان و آفتاب پنهان و پسرش و در گوشه دیگر مقبره علاهیده شاه آن زمان طلیقان جای گیرند. این آرامگاه در آخرهای عصر 17 با سبک عنعنوی معبدهای 4 طاق از روی صنعت معماری زمان سامانیان بنیاد شده بوده است. در دوران صاحب استقلالی باشد با سپارش مخصوص راهبر دولت بینوی مقبره پورا ترمیم گردیده، گنبد مرکزی بلند برداشته شده با تونوکه زرحلی پوشانیده شده است. آرامگاه میر سید علی حمدانی امروز به یک مکان آرامش و زیارتی تبدیل یافته است. این واسطه تعلیمی و همچنین کتاب مختصری زندگی نامه بزرگوار است برای مردم، برای آدمانی که نو آموزان نو شناس میخوان شناسان با بزرگوار. با واسه همین میتوانند شناسان میتونن درباره فعالیتش، حیات و فعالیت و ایجاد و آثارش و زندگی نامه سفرهایش در بیشتر از 10 سال در کل 7 سال در کل میکنه است. بیشتر از 30 سال یا 20 سال زیادتر حیات خود در سفرها گذرانده است. بیشتر از 500 نفر شاگرد عالم، شاگرد مقرن عالم تهیه کرده است. در باب تعلیم زبان، در باب رونق رواج زبان تاریخی در ملک
هندوستان کشمیر زمین ملک کشمیر پاکستان هندوستان یک چیز است جامو کشمیر یک میگم شتات هست میگم یک ولایت نه یک دولتی در اختیاری هم در اختیاری چی است قسمت در هندوستان قسمت در پاکستان همون مردم همونجا در روی اسلام تشویق کردگی میگیم که هنر آموزندگی زندگی آسایش‌تر به اونا دادگی اصلا این مرد بزرگ است و در اونجا به هر حرمت احترام زیاد دارد ما همین نورا در همین کتاب جنبش کردگی مختصرا نکرد. امیدواریم که توسط این زحمت‌های شما مردم کلاب زمین، مردم تاجیک و خارجی هم نیز از آثار پرمحتوا و شخصیتی میرسید علی همدانی بیشتر و خوبتر با آثارش آگاه خواهند گشت و امیدواریم که این کتاب به دست همه آن نفرانی که دوستدار اشعار میرسید علی همدانی هستند خواهد رسید. در ادبیات کلاسیک فارس تاجیک میرسید علی همدانی مقامی والایی دارد. غزل‌های دلاشوب و عاشقانه و عارفانه او با گذشت چند صد ساله ورد زبان تمام پارسگویان عالمند. این است که وابسته به اشعار و زندگی نامه او ده‌ها اثر ایجاد گردیده آثار غنی او تا به امروز هم مورد آموزش و تحقیق قرار دارد. ارزش بلند خرد و سخن این شخصیت برجسته عالم ادبیات است که تصویر و غزل پرمضمونش روی واحد پل ملی تاجیکی حکاکی گردیده ورد زبان و دل هزاران نفر گردیده است. هر که ما را یاد کرد ایزید مرو را یار باد. هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر که اندر راه ما خار فکند از دشمنی هر گلی که از باغ وصلش بشکفد بخار باد. فرهنگ های عالم به گونه خود قشنگند، اما بین زیبایی های فرهنگ همگان فرهنگ تاجیکان جلوی دیگر دارد. صنعت و هنر اجدادان ما که از ابتدای عالم به مهر و خورشید و گرمی پیوند بوده است، با گذشت هزار ساله ها در رگ رگ جسم و جان و تار تار هنر و فرهنگ مردم ما تا به امروز رسیده زندگی ما را رنگین تر نمودند. جلوی رنگ های دلفریب چکن در طول عصرها حسن زن تاجیک را نفاست و نزاکت و حسن بخشیده است. چکن یکی از نمودهای صنعت بدیهی عملی مردمی است که به نوعی هنر گلدوزی راست می آید. در هر منطقه تاجیکستان کنونی چکن به گونه مخصوص گلدوزی می شود. تفاوت چکن خطلانی یا کلابی در آن است که در او گلهای آفتاب شکل روی متا بیشتر استفاده می شوند. این است که چکن کلابی را می توان لباسی خورشیدی نامید. اسرار وطنی چکن خطلانی نام گرفتنی این نوع لباس ملی در آن است که کهن‌ترین آثار قدیمه آن را باستانشناسان در حدود ولایت خطلان امروزه در ناحیه فرخار که مرکز هنر و صنعت خوتلان باستانی در هزاره‌های پیش از میلاد بوده است پیدا نمودند.
اسرار کلاب باستانی را به چکن تصور کردن نمی شود. جلوی چکن کلابی در خیابان‌های شهر کلاب رفتیم. در تن چکن زیبای کلابی از مجسمه نشان 2700 سالگی کلاب دیده نمودیم. مجسمه در مکان بنیاد گردیده است که در آن جای بار نخست خمدان پیدا گردیده است که در اساس آن باستانشناسان تاریخ بیش از 2700 ساله شهر قدیمه کلاب را کشف نمودند. مجسمه همچون نشان شکوه و آثار باستانی شهر سال 2006 بنیاد شده است. در نزد مجسمه از روی امثله قصرهای تاریخی مردم تاجیک قصری با شکوه بنیاد گردیده ایستاده است و طبق معلومات به دست آمده در برابر قصر مجسمه نشان 2700 سالگی کلاب نیز از نو تعمیر و بازسازی می گردد. در کوچه های اطراگین شهر کلاب با چکن زیبا گواراست. خروتاب خوراکی است که در خاندان هر تاجیک آماده می شود، اما اسرار خروتاب صرف کلابی را ما امروز از خاله آدینما می فهمیم که مزه، طعم و اسرار خروتاب اصیل چگونه است. سلام خاله جان. میخواستیم وابسته به اسرار صرف خروتاب کلابی شما برای ما کمی معلومات دهید و طرز آماده کردن آن و ما و بینندگان ما نشان دهید. ما کلابی ها اول همه خروتاب چقه میکنیم، اینه در طبق موندیم، کم رو ریختیم، دستون نشوشتیم، همیره کف میزنیم. خروتاب یکی از معروفترین و قدیمی ترین طعام‌های ملی تاجیک است. طرز آماده سازی آن در هر منطقه تاجیکستان فرق می کند. وابسته به ذوق و دید آشپزان خوش سلیقه می تواند بعضی از محصولات های خروتاب عوض یا علاوه شود. چنانه که امروز در بسیاری از طربخانه و آشپزخانه ها برای عوض طعم خروتاب گوشت علاوه می شوند. باید گفت که ما امکانیت داشتیم که در برنامه طرز معاصر آماده سازی خروتاب را در یگان طربخانه منظور بیننده گردانیم، اما بنابر سببی که در برنامه ما وابسته به ویژه خروتاب کلابی قدیمه سخن کردیم، خواستیم در محیط خانه از پرهنرترین زن شهر کلاب طرز آماده سازی خروتاب خانگی را آموزیم. بینندگان ارجمند، خروتاب صرف کلابی ما آماده شد. محصولات درونی وی خروت، نان، روغن، پیاز و محبت صمیمی مادر. الکی از بوی وی میتوان احساس نمود که چگونه با لذت است.
осорхона маконе аст ки моро бо гузаштагон пайванд менамояд. маҳз ба хотири наздиктар ошно гардидан бо таърихи пурғановати шаҳри Кӯлоб омадаем ба осорхонаи таърихӣ кишваршиносии 2700-солагии шаҳри Кӯлоб. осорхонаи таъриху кишваршиносии 2700-солагии Кӯлоб 7 сентябри соли 2006 дар арафаи таҷлили 2700-солагии шаҳри Кӯлоб бунёд гардидааст. фаъолияти осорхона дар бинои сеошёна иборат аз 5 шуъба ки дар 7 толори намоишӣ ҷойгир мебошад ва раҳ шудааст. дар ҳар толори ҳар шуъба ганҷинаҳои таърихии бозёфтаи ҳудуди Кӯлоб шаҳр ҷойгиранд ки касро бо таърихи ҷолибу пурифтихори ин сарзамин ошно месозанд. як санаи вобаста роҳбати чашмосангати дар охир ҳаст. ба воситаи сӯриш додани онҳо оташро пайдо кардани ҳастанд. бубинед чӣ қадар санъати болоро ғалат доданд гузаштагои мо дар гузаштаҳои дури таърих. ин хундоне ки мебинед умри беш аз 4000 сола дорад ки дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб мавҷуд шудааст. ва сирри ҷолибаш ин аст ки гузаштагони мо инро барои об гирифтан истифода намекарданд. баръакс барои ҷасади одамонро зери хок кардан истифода мекарданд. осорхонаи 2700-солагии шаҳри Кӯлоб дорои 7400 адад нигора буда дӯстдорони таъриху фарҳанг метавонанд омада аз санъат ва ҳунари зебои мардумӣ ва марҳилаҳои рушди он аз ибтидо то ба имрӯз аср ба аср ошно гарданд. ҷилои 100 ранги чакан бовар карданд зебосанамони кӯлобӣ. як акси хотиравӣ. аз азал то ба имрӯз дар фарҳанги мо тоҷикон мақому манзалати зан модар ҷойгоҳи волое дорад. ин аст ки дар замони соҳиби истиқлолӣ дар кишвар ба поси муҳаббати поки модарон пайкараи дасти дуои модар дар чанд гӯшаи кишвар бунёд гардиданд ки яке аз онҳо дар шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. ин буд ки ба поси эҳтироми модарони нозанин роҳ сӯи муҷассамаи дасти дуои модар гирифтем.
муҷассамаи модар ба поси эҳтироми ҳама модарон инҷо гузошта шудааст ва дар пояи он ду зеботарин дуое ки ҳар модар барои фарзандаш дар зиндагӣ медиҳад ҳаккокӣ гардидааст. илоҳо ба камоли пирӣ расед ва арчаи сабзатон кунад. ин дуоҳое ҳастанд ки ҳар модар аз самимият ба фарзанди худ медиҳад то дар зиндагӣ тавонманду бообрӯ гардад. ва мо фарзандон ҳам бо самимияти зиёд аз ҷаҳонофарин таманнои онро дорем ки умри модарони мо ҷовидонӣ бошад. модарон зиндаву саломат бошад. шаҳрест дар домани талу теппаҳои сабзпӯш. дар ин ҷой набзи зиндагӣ дар такопу аст, аммо дар баробари ташвишу гирудори рӯзгор он чизе ки зиндагии мардумро рангинтар месозад ҳунар аст. ин аст ки мардуми ин сарзамин оҳанги зиндагиро бо навои гардон пайванд намуда онро фалак номиданд. سوگند با آب و خاک و همسنگی وطنه فلک موسیقی سنتی کسبی مردمی توجیک می باشد که طول عصرها همچون افادگری راز و نیاز طلب و خواسته های مردمی اجرای وظیفه کرده است. در سرود فلک اساساً دو بیتی و یا رباعی انتخاب می گردد که معنای فلسفی داشته افادگری راز و نیاز مردم باشد. البته زمینه تاریخ پیدایش و ترکیب فلک یگانه است، ولی با نظر داشته طرز اجرا، استفاده از سازهای گوناگون موسیقی و موقع جغرافی فلک را به نوعهای دشتی، راغی، دروازی، افغانی، بدخشانی و کوهستانی جدا می‌کنند. در منطقه ختلان خاصتاً کولاب نوعی فلک دشتی معروف است و به کولاب آمدن و نشانیدن فلک زنده اشتباهی است بزرگ. این است که به خاطر شنیدن نوای زنده فلکی و بلندترین نقطه شهر کولاب برآمدیم که هم شما را با نوای زندگی بپیوندیم و هم از زیباترین نقطه شهر از طبیعت دلنوازی آن لذت ببریم. بینندگان ارجمند، ادامه برنامه بیابوبین است و آمده ایم تا از بلندترین نقطه شهر کولاب نمودی زیبای آن را ببینیم. ببینید چگونه زیباست. شهر در دامنی تل و تپه های سبز. با دیدن منظره های ناتکراری این گوشه وطن زیر نوای فارم فلکی کس روحیه و صفای دیگر میگیرد. ندانم چرا، اما هنگام نظاره این منظره زیبا و شنیدن آهنگ فلک دشته در گوش من ربایی زیبای شینم به بلندی ها تو را یاد کنم در اجرای استاد فلک دولتمند خالف به گوشم صدا داد. شینم به بلندی ها تو را یاد کنم سبب شاید در این باشد که من شخصا آهنگ فلک را با صدای دولتمند خال شناختم و دوست داشتم.
در حقیقت من تنها همین روز قدرت هنر و صنعت اصیل را درک کردم، چون که گرچنده که هنرمند زنده یاد این عالم را پدرو گفت، او توانست که صدایش را با نوای فلک برای همیشگی پیوند گرداند و جاودانه گذارد. من در این دنیا بدی چندین هوس ها داشتم، بر دلم چندین هوس ها ماند. این دنیا گذشت، با ادب بودم نکردم نک یه برنامی کسی، بر سری حرب ادب چندین ملامت ها گذشت. بینندگان ارجمند، روز به انجام رسید، اما ظرفیت‌های جالب شهر کولوب تا به حال تمام نشدند. با ما باشد، ادامه برنامه بیا ببین است. باغ فرهنگی فراغتی شهر کولوب به نام میر سید علی حمدانی یکی از مکان‌های دیدنی شهر کولوب است که مکان سیر و سیاحت سیاحان داخلی و خارجی است. این باغ با گونه جالب و دیدنی تعریف شده برای سیر شبانه نیز خیلی کلاه است. بینندگان ارجمند، در دل کولوب سیر فرانسه خواهیم کرد. این گوشه باغ که گوشه سیر فرانسه عنوان دارد خیلی جالب است. این جای به طور ماهرانه یکی از کوچه های آوازدار شهر پاریس که در بین جهانگردان مشهور است از روی صنعت معماری فرانسوی ساخته شده. مرکزی آن را نسخه منار مشهور جهانی ایفل آرام می‌دهد. ضرورت نبوده است برای رفتن به سیر و سیاحت به فرانسه به کولوب بیایید، چون که در دل خویش از فرانسه دیده جایهای جالبتر دارد. یک روز جذاب و خاطرمان را در شهر کولوب چه چیزی میتواند رنگین تر نماید؟ البته که خوراکی لذیذی شامگاه در بهترین طربخانه شهر کولوب. بینندگان ارجمند، بیایید مزه طربخانه کولوبی را با هم بچشیم. رفتیم. طربخانه طاهر سال 2019 بنیاد گردیده. به حال این روزه یکی از بهترین طربخانه های دانسته می شود که در شهر کولوب از روی خدمت رسانی و گونه عالی بهاگذاری می شود. این است که ما هم خواستیم ببینیم که خوراک های این طربخانه چی طعم و چی لذت دارند که چنین آوازه‌دار گردیدند.
خیلی انتخاب‌های واسع، اما در اینجا جالبش این که خوراک‌های زیاد با خورش و نوشاکی‌ها طاهری نام دارن. یعنی چی خیر؟ بله، خورش و خوراک‌هایی هستند که از جانب آشپزهای خود آماده می‌شوند. اگر خواهید ما پیشنهاد می‌نماییم. مایلش. لذت‌ترین و آوازه‌دارترین خوراکی طربخانه طاهری این خوراکی مخصوص آنها است که طاهری نام دارد و بیایید شروع میکنیم در برابر این همه ناز و نعمت و میبینیم که طعم آن چگونه است. همه چی با لذت، چشیدنی و دوست داشتنی. درد را نبینند آشپزان این طربخانه با شکوه. برای یک سیاح چی لازم است؟ طبیعتی جذاب، خوراک‌های با لذت، فرهنگ و تاریخ پرقناوت و البته که طربخانه‌های برهوا با خوراک‌های با لذت و مهمانخانه‌های زیبا برای استراحت. و این مکانی که ما قرار داریم در برابر طربخانه هست مهمانخانه‌ای که با بهترین امکانیت‌ها مجهز گردیده برای سیاحان یک مکان جالب و استراحتی است. بیایید میرویم به مهمانخانه طاهری. سیر و سیاحت در شهر کولاب دریچه فهمیش‌های نو را وابسته به تاریخ و فرهنگ آن را اعجاز و ایجاد زندگی کشاد. سیاحت ما از ساعت 6 صبح آغاز یافته و ساعت 23 شب انجام یافت. با این همه شهامت و بزرگی تاریخ و فرهنگ غیر امکان است که در این مدت کوتاه تمام مکان‌های جالب و دیدنی شهر را ببینیم و پیشنهاد نماییم. این همه دیده‌ها شاید از 100 یک حصه ظرفیت‌های سیاحی شهر کولاب بودند، اما باید گفت که در دوام یک روز ما بهترین تأثیرات‌ها را وابسته به تاریخ، فرهنگ، هنر و مکان‌های دیدنی شهر گرفتیم که محبت ما را به این گوشه وطن باز هم بیشتر نمود. یک روز جالب و خاطرمان داشتیم در کولاب شهر باستانی. این بود از 101 حصه ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی و سیاحی شهر کولاب باستانی. ما آمدیم و دیدیم که کولاب چگونه شهر است و توصیه می‌دهیم شما هم بیایید و ببینید. بینندگان ارجمند، اینجا خاتمه برنامه بیا ببین است تقدیم شما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. با امید تنصیحتی، خانه آبادی، موفقی و کامیابی شما میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر تنصیحت و خانه آباد باشد. خیر.